قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 17. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. مبارزه خلق‌های آسیای میانه به مقابل استیلاگران یونان و مقدونی. چنان که مورخ یونان قدیم دیودار سیسیلی خبر می دهد، اسکندر سغدیان شورشگر را تعقیب کرده از آنها بیش از 120,000 نفر را هلاک می نماید. در نتیجه این جزادهی مدهش و خونخواری مملکت به درجه خالی گردید که اسکندر به یکی از سرکرده های حربی خود سفارش داد تا به جای سوخت دوباره شهر تأسیس نمایند. ظاهراً در این مورد به جای شهرهای ویران و خالی شده سغدی‌ها به وجود آوردن شهرچه های حربی یونانی که برای مأموریت و لشکر یونان و مقدونی همچون تکیهگاه خدمت می کردند در نظر داشته می شد. در چنین وقتی که استیلاکاران یونانی سغد را به خون آغشته می کردند و سرلشکری در باختر گذاشته اسکندر برای در اطاعت نگاه داشتن مملکت و تنبیه دادن شورشچیان هر گونه چاره ها می دید، سپیتمن با 600 نفر عسکری سواره خود به عقبگاه اسکندر یعنی به باختر گذشته با تمام غیرت و شجاعت مبارزه را بر ضد عسکران یونانی دوام داد. در تیر ماه سال 328 او با 3000 عسکری سواره باز به پایتخت سغد رهسپار گردید. سپیتمن پس از جنگی سختی که از دو طرف بسیار آدمان کشته شدند به طرف صحرا عقب نشست، ولی در آنجا سرداران بعضی قبیله های بادیه نشین خائنانه به او هجوم نموده سرش را از تن جدا کردند و چین نوع که اریان میگوید آن را به اسکندر فرستادند تا که به این وسیله خوف و خطر به سر خودشان تهدید کننده را برطرف نمایند. هلاکت سپیتمن هیچگاه تماما ظفر یافتن استیلاگران اجنبی و کاملا سری تسلیم فرود آوردن سغدیان را افاده نمی کرد. وضعیت مملکت سغد مثل پیشتره برای تجاوزکاران یونانی خطرناک بود. اسکندری که قوه دولت جهانی هخامنشی را به آسانی در هم شکسته توانست، حالا مجبور گردید که زمستان سال 328-27 را در کشوری اطاعت ناپذیری سغد گذراند. لیکن اسکندر از تیر ماه سال 328 پیش از میلاد با نیت در داخل مملکت پیدا کردن قوه های پشتیبان مبارزه بر ضد اهالی شورشگری سغد سیاست خود را نسبت به اعیان و اشراف محلی و کاهنان زردشتی به کلی تغییر داد. مثلا بهار سال 327 پیش از میلاد هنگامی به دست آوردن یک چند استحکام کوهستانی سغدی ها که برای محافظه آنها از اعیان و اشراف سغدی
اکسارت، سیسیمیتر و هوریان راهبری می کردند، اسکندر آنان را نه فقط ببخشید بلکه تمام مال و ملکشان را به اختیار خود آنها گذاشت. او نه تنها به آن نمایندگان اعیان و اشراف محلی که به وی کمک می رسانیدند، اینچنین حتی به آنانی که در مبارزه یونانیان و سغدی ها بی‌طرف می ایستادند به طریق جایزه پول می داد و مال و ملک شورشچیان را بین آنها تقسیم می کرد. تا چه اندازه تغییر یافتن رویه اسکندر نسبت به اعیان و اشراف محلی از گفته‌های سرزنش‌آمیز کالیسفین نام تاریخ نگاری درباره او که اریان به طریق زیل نقل کرده است عیان می گردد. اسکندر را اگرچند می گویند که در کشوری بربری از خود کردن اخلاق بربری لازم است، با وجود این من از تو خواهش می کنم الاده را به خاطر آر که از برای وی تو به این سفری جنگی اقدام نمودی تا آسیا را مطیع یونان کنی. اسکندر با طبقه فوقانی سخت علاقه خویش و تباری هم پیدا می کند. وی دختری اکسارت رخشانک را که اسیر افتاده بود به زنی گرفته اقربای او را به طرف خود جلب می نماید. در نتیجه این گونه سیاست اسکندر اعیان و اشراف سخت باوری حاصل می کنند که او نه به مقابل آنها بلکه فقط با خلق مبارزه می برد. از این سبب آنها با وی همدستی نموده منفعت مملکت خود را به دشمن می فروشند. چنانچه سیسیمیتر قشون سرشماری را به اختیار اسکندر داده در مطیع نمودن قبیله های سکایی به او مدد می کند. رفتار اکسارت هم یکی از مثال های روشن است که نسبت به منفعت خلق خود خیانت کردن گروه های اشرافیه محلی را نشان می دهد. او پس از آن که با اسکندر علاقه خویشی پیدا کرد، در راهی به اسارت گرفتار نمودن کشور خود با تمام قوت به استیلاکاران کمک رسانید. بهار سال 325 پیش از میلاد وقتی که عسکرانی در باختر توقف کرده یونانی بر ضد اسکندر عصیان نمودند، اکسار بجای از این فرصت استفاده برده به مقابل استیلاگران سربرداشتن اسکندر را از این واقعه خبردار کرد. اسکندر که آن وقت در هندوستان بود برابری واقف شدن از حادثه فوراً چاره جسته عصیان را فرو نشاند و اکسارت را والی مضافات پراپمیس واحه کابل تعیین نمود. هنگامی که در این مضافات هم بر ضد تجاوزکاران اجنبی شورش سر زد، اکسارت با تشبث خود آن را خوابانید و شورشگران را وحشیانه جزا داد. همین نوع به سبب قوه مرکزیتناک حربی داشتن استیلاکاران و اینچنین در نتیجه خیانت اعیان و اشراف محلی شورش قهرمانانه خلق سوق پخش کرده شد. همه زمین های شاخه راست دریای آمو را مقدونی ها اشغال نمودند. موافق افسانه اسکندر گویا تا سرگه دریای زرفشان آمده بوده است که در آنجا وجود داشتن کول با نام اسکندر کول نیز به این گواهی می دهد. در دوره‌ای که آسیای میانه مورد استیلای اسکندر قرار گرفته بود، فقط خوارزم توانست استقلالیت خود را نگاه دارد. اریان نقل می کند وقتی که اسکندر زمستان سال 329-28 را در باختر می گذرانید، شاه خوارزم فرازمان با 1500 سواره به زیارت او آمده بر ضد کلخها و امازونها متفقانه عمل کردن را پیشنهاد نمود.
اجداد تاجیکان و دیگر خلقهای آسیای میانه در ظرف 3 سال استقلالیت کشوری خود را محافظت نموده با استیلاگرانی که امپریای بزرگ به وجود آورده بودند مبارزه کردند. اگرچند آنها در این مبارزه مغلوب شدند، ولی به هر حال با مقاومت دلاورانه خود به اسکندر چنان ضربه وارد آوردند که اقتدار جنگی لشکری او سخت ضعیف گردید. شکست دولت هخامنشی و به اصطلاحگران یونان و مقدونی تابع شدن باختر، سوخت و سایر کشورهای آسیای میانه احوال وزنین عامه زحمتکش این مملکت‌ها را قدری هم بهتر نکرد. طبقه اشرافیه محلی که در شخصیت استیلاکاران تکیهگاه مستحکم خود را پیدا کرده بودند، چی برای افزودن ثروت خود و چی به منفیت استیلاگران اجنبی اهل مهنت را باز هم سخت‌تر استثمار می کردند. این است که در تمام دوره حکمرانی استیلاکاران مقدونی خلقهای آسیای میانه با نیت از دوش برانداختن بار گران ظلم و تعدی اجنبیان دم به دم سر می برداشتند. مبارزه خلقهای آسیای میانه به مقابل استیلاگران یونان و مقدونی. انقراض امپریای اسکندری مقدونی و عاقبت فتوحات مقدونی ها. اسکندر بابل را پایتخت دولت نوی خود قرار داد و اساساً همان اصول مملکتداری دوره هخامنشی ها را نگه داشته با تمام هستیش برای به دست آوردن یگانگی دولت سعی نمود. از سال 324 پیش از میلاد سر کرده باختری ها، سغدی ها و دیگر نمایندگان خلقهای آسیای میانه را نیز بدون تفریقه گذاری با یونانیان به صف عسکری می گرفتگی شدند. 30,000 نفر جوانان را از فرزندان اشراف محلی به طرز مقدونی مسلح نموده به دسته های عسکران سواره تقسیم کردند. از روی معلومات مؤلفان قدیم، اسکندر با مقصدی به وجود آوردن نقطه های متکای اصطلاح یونان و مقدونی در سوخت و باختر 8-12 شهر بنا کرده به هر یک اسکندریه نام داد. چنانچه اسکندریه اقصا، اسکندریه آریایی هرات، اسکندریه لب آمو تخمینا در ناحیه تیرمیز یا کولاب، اسکندریه باختر، اسکندریه مراغه، بیرملی حاضره. در این شهرها تا 20,000 عسکران پیاده نظام و 3,000 سواره قرار گرفته بودند. ولی همه این تدبیرات اسکندری مقدونی امپریای او را که از اختلاط تصادفی قبیله و خلقهای گوناگون فراهم آمده بود به یک دولت واحد تبدیل داده نتوانست. نااستواری این امپریا همان لحظه پس از فوت اسکندر سال 323 پیش از میلاد آشکار گردید. با رسیدن خبری وفات اسکندر، شورش اهالی مظلوم آسیا به عمل آمد. مورخان قدیم خبر می دهند که بربری ها فوراً پس از مرگ فاتح شهر اسکندریه مروانی را که در لب نهر مرغاب ساخته شده بود خراب کردند. حاکمیت پس از وفات اسکندر به اختیار جانشینان سرلشکران او بماند که آنها را
دیاداخ ها واریسان و ایپیگان ها واریسان می نامیدند. سرلشکران برای صاحب شدن به امپیریا با یکدیگر مبارزه های شدیدی بردند، ولی به هیچ کدامی از آنها تماما به دست درآوردن حاکمیت عالی میسر نگردید. پس از محاربه خونین دو گروه اساسی دیاداخ ها در نزدیکی ایپس سال 301 پیش از میلاد در فریگیای کبیر که یکی از سخت‌ترین جنگ‌های دنیای قدیم حساب می‌یافت، امپریای اسکندر به 3 دولت مستقل مقدونی، مصر و سوریه سلجوکی ها جدا شد. این دولت ها در تاریخ دولت های الینی نام گرفتند. مورخان بورژوازی سفرهای جنگی اسکندر مقدونی را همچون حادثه پروگرسیوی به قلم داده، ولی از آن امر واقعی که مقصد اساسی لشکرکشی های اسکندر محض به تحت تصرف یونان در آوردن کشورهای شرق، وسیع کردن دایره تجارت، استثمار نمودن خلقهای مشرق زمین و به غارت بردن ثروتهای آنها بود و همه اینها با قتل عام اهالی محلی انجام می‌پذیرفت چشم پوشیدند. تحقیق تاریخ کشورهای به اصطلاح قشونهای یونانی و مقدونی دچار شده نشان می‌دهد که یونانیان و مقدونیان برابری قدم گذاشتن به سرزمینی ضبط کردهشان اصولی با اهالی مطیع مناسبت کردند، چنانچه به کار بردن زوری، مجبوریت‌های نامحدود اهالی، به نفع خود استفاده کردن آدمان اسیر افتاده با راه فروختن و به محل‌های دیگر فرستادن آنها و امثال این را که در جریان انکشاف جمعیت غلامداری یونان به ظهور آمده بود نیز با خود می آوردند. اکثر مورخان بورژوازی تأثیر مدنیت یونان را به مدنیت شرق که در حقیقت هم خیلی بزرگ بود خاطر نشان نموده، ولی از خصوص کامیابی های مدنی خلق های شرق حتی لب وان نکردند. اما حقیقت این است که مدنیت 1000 ساله شرق به مدنیت یونان و دیگر مملکت های غرب تأثیری بزرگ و همه جانبه رسانیده است. در مدنیت به اصطلاح الینی، نه اینکه ایجادیات مدنی صاف یونانی، بلکه آمیزش مخصوصی مدنیت یونانی و شرقی انعکاس خود را پیدا نموده است و در بابت انکشاف این مدنیت رول بزرگی را خلقهای آسیای میانه بازی کردند. حفریات ارخئولوژی دلیل و مدرک‌های تازه به تازه را می‌آورند که سهم خلقهای شرق از جمله مردمان آسیای میانه را در ترقیات مدنیت مادی جهان الینی ثابت می‌نمایند. بعضی پرینسیپ های اساسی شهرسازی با فکر و تصوراتی که در شرق خیلی بروقتر از دوره الینی رونق داشت علاقمند می باشد. رسم و عادت های مذهبی مردمان آسیای میانه و ایران به عقیده های دینی یونانیان و ریمی ها تأثیر کلانی بخشیده، سپس به ترقیات دینی نصرانی هم اثرات خود را گذاشته است. در این ساحه می نویسد ترن شرق فاتح خود را اسیر نمود. این حرکت ممکن است تا عهد مسیحی به اوج خود نرسیده باشد، ولی در ظرف تمام دوره الینی تا رفت بالا می رفت. تأثیر شرق قدیم در ادبیات، صنعت، فلسفه و دیگر رشته های علم و فن یونانی نیز انعکاس خود را پیدا نموده است.
یونان و باختر و پارت در عصرهای 3-2 پیش از میلاد. آسیای میانه در هیئت دولتی سلوکیان. یکی از سرلشکران اسکندر مقدونی سلوک سال 312 پیش از میلاد در بابلستان به صفت ساتراپ موقع یافت. من بعد در مدت 9 سال و تدریجاً حکم خود را به غرب و شرق از جمله به ایران و آسیای میانه وسعت داد. جایهایی بود که وی با راه دیپلماتی پیش می رفت، ولی در آسیای میانه به مقابلت شدید دچار آمد و راه جنگ را پیش گرفت. به قول پمپی تراک، سلوک یک بر بابلستان ظفر یافته قوه خود را افزود و باختر را تسخیر نمود. پارت و سوخت را هم زیر دست کرد، ولی کوشش هندوستان شمالی را غصب کردن سلوک یک برار نگرفت. محقق الینیزم مورخ نامدار سویتی رانوویچ نوشته است که تاریخ سلوکیان برای مورخان مشکلات فوق العاده دارد، زیرا وضعیت مأخذهای ادبی نهایت بد است. این نکته به آسیای میانه نیز پرره دخل دارد، زیرا دوره در هیئت سلوکیان بودن آن، یعنی آخر عصر 3 و میانه عصر 2 پیش از میلاد، تقریبا نامعلوم است. از بس که دولت سلوک یک نهایت وسیع بود و ناحیه های شرق دقت دائمی را تقاضا داشت، و سال 293 پیش از میلاد پسرش انتیاخ را در شرق والی تعیین کرد. جالب دقت است که انتیاخ پسر دختری سپیتمن اپامه بود. از این رو آسیای میانه برای انتیاخ کشوری اجداد او حساب می شد. موافق بعضی معلومات های بی واسطه، در آسیای میانه در ابتدای عصر 3 پیش از میلاد ضد حکمرانی سلوکیان اسیان ها شده. در عین حال به ملک های آسیای میانگی سلوکیان قبیله های کوچمنچی حمله کردند. در عین این آشوب ها بسیار پایگاه های دولت سلوکیان خراب گردیدند. مثلا اسکندریه مراغه و اسکندریه اقصا که هنوز اسکندر مقدونی ساخته بود به خاک یکسان شدند. من بعد سلوکیان این شهرها را برقرار نمودند و در اطراف واحه مراغه دیواری ساختند که 250 کیلومتر طول داشت. سرلشکر سلوکیان دیمدم ضد کوچمنچیان که در آن طرف دریای سیر مکان داشتند لشکر کشید. به طفیل یک قطار تدبیرهای حربی و سیاسی و دیپلماتی به انتیاخ میسر شد که نهضت ضد سلوکیان را فرو نشاند. برای درک سیاست سلوک در شرق و موقع واری او انتیاخ، متریالی نومیزماتی که لیتوینسکی و مسان از این دیدگاه تحلیل کرده اند معلومات جالب دقت می دهد. انتیاخ در زمان شریک حاکم بودن خود به وزن سکه هندی سکه زد و ضمناً در این تنگه ها هم نام سلوک یک و هم نام پسرش انتیاخ ثبت شده اند. احتمال این کوششی بود برای پایدار نمودن صاحب اختیاری انتیاخ. به هر حال بعد وفات پدرش انتیاخ سال 280 پیش از میلاد حاکم تمام دولت سلوکیان گردید و دیگر این گونه تنگه نبرآورد. در عهد قریب 20 ساله سالهای 280-261 تا میلاد انتیاخ یک در غرب ملک وی جنگ‌های بسیاری می شدند و او
به شرق دولت خود علال خصوص به آسیای میانه کم اهمیت میداد. در این وقت ناحیه های آسیای میانه بیش از پیش قوت گرفته، در اینجا زیست و زندگی به ترتیب می آمد. خواجگی قشلاق، هنرمندی و تجارت رونق می یافت. آسیای میانه از مرکزهای اساسی ملک سلجوقیان خیلی دور باشد هم در عین حال قسمی مهمی دولت حساب می شد. سلجوقیان قدقدی راه تجارتی که از سلجوقیه ساحلی دجله به باختر می برد دیه و شهرهای نو بنیاد می کردند و تعبیری این فقط همین است که سلجوقیان به آسیای میانه هم از جهت حربی و استراتژی و هم از جهت اقتصادی هوسمند بودند. ترکیب صنفی حکمران یک رنگ نبود. در قطار یونانیان حاکم اعیان و اشراف محلی نیز به نظر می رسیدند. بیشک حاکمیت سلجوقیان در آسیای میانه به قوه حربی به اسکرانی که در قرارگاه های حربی یونانیان کتایکیه ها می ایستادند تکیه داشت. ولی در استثمار اهالی استثمارگران خودی نمایندگان صنف حکمران آسیای میانه هم شرکت کردند. مناسبت صنف حکمران به دولت سلجوقیان نیز یک خیله نبود. کشانده بردن ثروت آسیای میانه به خارجه باعث ناراضگی آن طایفه صنف حکمران می گردید که برای خود لقمه کلانتری را کنده گرفتنی بودند. اهالی محلی که دچار استثمار دو طرفه بود نیز از جان بیزار می شد. در عین حال چنین ملاحظه را درست حساب کردن لازم که زمانی در هیئت دولت سلجوقیان بودن آسیای میانه، زمانی برقرار کنی قوه های استحصال کننده از تجاوز یونانیان و مقدونیان خراب گردیده مملکت، زمانی در مبارزه ضد سلجوقیان به وجود آمدن اتحاد باختریان، سغدیان، پارتها و دیگر خلقهای آسیای میانه است. در داخل دولت سلجوقیان هم بین دعواگران تخت دائما زد و خورد می شد. بعضی وارثان می کوشیدند که جدا شوند و صاحب اختیار باشند. در نتیجه وضعیت علل خصوص در ناحیه های کناری نهایت نااستوار و خوفناک می شد. شما گفتاری 17 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی.